حالا میخوایم اینجا در مورد نقش پلتفرم ها و نقش سریال هایی که تو این چند سال اخیر ساخته شده برای ایجاد یک درک مشترک در فضای واقعی صحبت بکنیم، با هم مرور بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی پیش روی کشور ما به وجود اومد، یعنی مردم یک درک مشترک پیدا کردن، یک فضا رو براشون ساختن و از قبلش چطور این مسائل پیش اومد. خب شما میبینید پلتفرم های نمایش خانگی ما زیاد داریم، سریال ها توشون ساخته میشه. از یه برهه‌ای به بعد این سریال ها سمت و سو میگیرن، یعنی روی موضوع خاص وارد میشن، هر کدوم روی یه دونه از این موضوعات شروع میکنن سریال های خاص ساختن. که خب شبکه مخفی زنان یک سریال سال 1310 رو داره روایت میکنه، یکی به اسم سیامک انصاری اونجا درگیر این که نسلش منقرض نشه، بعد مثلا تعدد زوجات داره، هر کدوم از این دختره داستان خاص خودشو دارن. این سریال با مدل های مختلف وقتی ما وارد میشیم میبینیم عجب اصلا با روندهایی که توی جامعه داره اتفاق میفته همخوانی داره. مثلا برای شبکه سازی شما یه بخشی رو میبینید که یه شخصیتی به اسم مدبرالملک که مهدی هاشمی داره بازی میکنه، نقششو معاون اداره معارفه که با وزیر دربار ارتباط خوبی داره، بعد بهش مأموریت داده میشه که جلوی مثلا جمعیت متکثر زنان رو بگیرن. یه دونه انجمن میزنن که مثلا مسئولش میشه سیامک انصاری که میرزا محموده. بعد تو همینا شروع میکنن مثلا خانوما رو آوردن که فعالیت بکنن. دقیقاً وقتی انجمن زنان شکل میگیره، تو اون سندیکا اینا میخوان وارد بشن، سیامک انصاری بدون کراوات صورتی وارد میشه. شما این رنگ صورتی رو در لباس خانم ترانه علی دوستی میبینید. یه دونه تابلو میاد آروم آروم تو تصویر دوربین که زن قدرت شکوه، که همین زن زندگی آزادی، میبینید اون شعار رو داره نشون میده. که جالبه وقتی ما جلوتر میریم این سریال یه سری نکات بیشتر به ما میده. شما نگاه کنید مثلا دیالوگ اینه، میگه در محله ما زنان همگی کچل هستند، ما میتوانیم به عنوان انجمن زنان کچل به باشگاه شما اضافه شویم. بعد میگه که موهایمان را گرفته و میفروشند و انگار پول خوبی در آن است. شما میبینید بلافاصله بعد از قضیه مهسا امینی اینا اومدن همه موهاشون رو تراشیدن و کچل کردن، حالا مرد و زن نداره. یا یه جای دیگه دوباره تو همین رنجنامه توی مونولوگ اینجوری میکنه، میگه که یک مش پهلوان پنبه در بازار قیمت میگیرن که قیمت گیس زنان چقدر است. هی چرخ میزنن در زورخانه، عاقبت زورشان به ما زنان در خانه میرسد. وقتی خوابیم خواب چهلگیس و افسانه شاهپریان میبینیم. موهای ما را قیچی میکنند. موهای شما عین این تصاویر رو دیدید، یعنی به اسم گشت ارشاد، به اسم برخورد دونه دونه. حالا اینا همزمانی داره با جریانی که مهسا امینی اتفاق افتاده، ملت کف خیابونه. صبح پا میشویم تنهایمان عرق کرده و خیس، بیرون هم فریاد غیرت و حفظ نماویس. اول جیغ و فریاد و دعوا که این نامردان مثل دشمن از پشت خنجر میزنید، گویی شیر مادرتان را نخوردید. اونی که اومده بود این نوکا رو زبدر زده بود اون بالا، میگه نگاه کنید شما از این سینه ها شیر خوردید. این همون دیالوگاست دیگه، همینا رو شما به صورت واقعی دیدید. یا توی سکانس دیگه میرزا محمود یا سیامک انصاری سخنرانی میکنه تو اون مجمع، بعد اینطور سخنرانی میکنه تو همون مجمعی که زنان جمع شدن، میگه نصفان محترم چه نشسته اید، بزنید دخل آقایان را بیاورید که دیگر جرئت نکنن شما را بچزانند. این عین دیالوگیه که استفاده میکنه، میگه آقا بزنید دخل مردا رو بیارید. و انقلاب زنان است دیگه، باید بزنی بهتر کنی و با هر شکل. بعد میایم سراغ سریال جیران در فیلمو. در مورد جیران من صحبت کردم، گفتم آقا برعکس سریال های ترکیه‌ای که دارن برای خودشون تاریخ میسازن، دارن برای خودشون عرضم خدمت شما تاریخ رو حتی اصلا به نفع خودشون مصادره میکنن، ما داریم گند میزنیم به تاریخمون. از اینجاها مشخص میشه که شما سریال جیران رو میبینی، کسی که بزرگترین دشمن بابیت و بهاییت، یعنی خود همون انگلیسا بوده به عنوان ناصرالدین شاه، میبینید میاد برای برخورد باهاش، میان حجبش بکنن، میان تحریفش بکنن. ببین من نافیه این نیستم که ناصرالدین شاه شاید خوب نمیتونست حکومت بکنه، شاید مملکت رو میداد میرم، همه اینا سر جاش، یعنی همه بودو با هم باید ببینیم. اما یه نکته وجود داشت، یک اهل بیتی بود، دو روبروی بهاییت و بابیت ایستاد و اینها رو زد. حالا این آدم باید خراب بشه، قاتلش مدام تحریف میشه. بعد شما همه اینا رو میبینی تو حالت عاطفی، یعنی بار عاطفی رو داری میبینی، چون یه داستان درام داره تعریف میکنه، داستان عاشقانه داره تعریف میکنه. بعد با تیتراژ مواجه میشی. با تیتراژ که مواجه میشی، شما رو تیتراژ گوش بکنی.
از کوچه بگذرا به خیابان بریز ما بیا تو خیابون، بیا تو کوچه، فریاد بزن از ظلم شاه، بریز بیرون، شلوغ کن، همایون شجریان خونده. سریال پوست شیر رو داره پخش میکنه. سریال پوست شیر رو نگاه کنید. دعوا اینه که اولا یه دختر رو گرفتن، یه آدمی رو گرفتن، بردن آتیش زدن، تجاوز کردن، کشتنش. پلیس و نظام دنبال قاتل این میگرده. دنبال این قاتل میگرده. شهاب حسینی داره بازی میکنه. یعنی دوباره دعوا سر یه زنیه که کشته شده، بعد بریم دنبالش بگردیم ببینیم قاتلش کیه. من حاکمیت دارم، نگاه‌های خودمون دارم، اون خود. بعد جالبه هادی حجازی فر که بابای این دختر از خودش اقدام میکنه برای انتقام، مسلح میشه میره جلو، با شبکه اشرار ارتباط میگیره، میاد جلوتر درگیر میشه. بعد یه دونه نماد از جوون امروزی داریم که میخواد باهاش همراه بشه که نامزد قبلی دخترش بوده، اینو پس میزنه، یه بار میزنه تو گوشش، اصلا کتکش میزنه، میگه تو نمیخوام تو این ماجرا که میخواد به نتیجه برسه دخالت بکنی. ولی بعد باز مثلا میبینی که میاد اضافه میشه، بعد میترسه. وقتی اینو میفته اون اسلحه رو داره میکشه میخوان شروع بکنن، پسره میترسه، انگار درگیر شده، میگه میخوایم ازش استفاده بکنیم. اصلا کاملا اینا طراحی شده تو سریال، خوش ساخت، قوی، سناریوی خیلی دقیق و مدل کشته شدن هم امنیتی. یعنی شما سر نخا رو درست نمیتونی پیدا بکنی، هیچ چیزی واضح نیست. وقتی که این دختر کشته میشه، مواد زدن به هادی حجازی فر، تو حال خودش نبوده، یعنی سرگرم چیز دیگه ای بوده و اینو ازش گرفتن.